وحشتناکترین داستانی که خوندم. یه دختر 13 ساله برزیلی عاشق معلم 31 سالش میشه. وقتی والدینش میفهمن عصبانی میشن و توی خونه حبسش میکنن، ولی دختر یواشکی فرار میکنه و با معلمش توی هتل قرار میذاره و با هم میخوابن. فردا صبح که کارگرای هتل اومدن دیدن اینا توی موقعیت وحشتناکن و همه جا پر از خونه. گابریلا مورات یه دختر 13 ساله از پورتو آلگری حسابی زرنگ و دوست داشتنی بود. تو مدرسه یکی از ستاره‌های والیبال بود و کلاس 8م درس میخوند. با مامان باباش توی محله معمولی زندگی میکردن. عاشق موسیقی بود، واسه همین پدر و مادرش بردنش یه مدرسه موسیقی ثبت نامش کردن. اونجا معلمش مارکوس ماریونیز جونیور، یه مرد 31 ساله، بهش پیانو یاد میداد. کم کم این دوتا به هم نزدیک شدن، اونقدر که آخرش یه رابطه عاشقانه بینشون شکل گرفت. گابریلا تو مدرسه به دوستاش گفته بود که عاشق معلمش مارکوسه، ولی هیچکس جدیش نمیگرفت. کم کم از همه فاصله گرفت. یه روز به یکی از دوستاش گفت که میخواد با مارکوس فرار کنه و دوستش سریع رفت به پدر و مادر گابریلا خبر داد. اونا هم حسابی نگران شدن و گوشیشو ازش گرفتن و دیگه نذاشتن بره کلاس پیانو. پدر و مادر گابریلا کلافه شده بودن. تصمیم گرفتن ببرنش برای مشاوره. بعد یه مدت حتی نذاشتن تنهایی از خونه بیرون بره. چون گوشیشو گرفته بودن، گابریلا گوشه یکی از دوستای صمیمیش رو قرض گرفت و تونست یواشکی با مارکوس حرف بزنه. تو سال 2006 صبح یه روز جمعه، گابریلا تو دستشویی مدرسه با مارکوس پیام رد و بدل میکنه. قبل این که بره به یکی از همکلاسیاش گفت بغلش کنه و گفت دیشب که خواب بدی دیده. بعدش گابریلا با مامانش برگشتن خونه، ولی همون روز ساعت 2 ظهر یواشکی فرار کرد تا مارکوس رو ببینه. رفتن به یه هتل و چون پذیرش هتل مدرکی برای سنشون نخواست، راحت تونستن اتاق بگیرن. هر دو به پذیرش گفتن که صبح ساعت 8 بیدارشون کنن، ولی روز بعد اصلا از اتاق بیرون نیومدن. هر دو لخت روی تخت، دورشون پر از خون بود. گابریلا یه تفنگ کالیبر 32 دستش بود و مارکوس یه کالیبر 38. هر دو یه تیر تو سرشون خورده بود، ولی هنوز زنده بودن. کارمند هتل سریع زنگ میزنه به آمبولانس، ولی گابریلا تو راه بیمارستان جونش از دست میده. مارکوس چند ساعتی دووم میاره، ولی آخرش اونم میمیره. روی دیوار اتاق هتل با شکلات نوشته بود برای همیشه با هم. چند تا نامه خداحافظی هم پیدا کردن که توش گابریلا و مارکوس گله کرده بودن که چرا جامعه رابطه‌شون رو قبول نداره. آخرش معلوم شد اینا یه خودکشی دوتایی کردن. مارکوس قبلا جدا شده بود و حتی بچه هم داشته. خانواده مارکوس هیچ وقت از رابطش با گابریلا حمایت نکردن. خودش چند بار پیش روانشناس رفته بود، چون دکترها فکر میکردن عشقش به دختر کم سن یه جور روانپریشیه. پلیس و خانواده‌اش معتقد بودن این دوتا یه جور پیمان عاشقانه بستن که بعد مرگ هم با هم باشن و این پیمان همون مرگ بود. اگه ویدیو برات جالب بود، لایک و سابسکرایب رو فراموش نکن، چون که کانال سیگنال سیاه اول راهه.